سلام به همه جانان دل من. حالتون چطوره بچه‌ها؟ بعد کلی مدت 1-2 ماهه که کلا انگار نه انگار آخر ویدیومونم که کلی بازدید کردید، دمتون گرم. خیلی بامرامید، حسابمون زیاد شده، انشالله بریم تا مثلا 100,000 تایی. بابا درست الان 10 تا هم نیستیم، ولی خب میام. ببینید امروز توی اینستا میچرخیدم، یکی گفت مثلا تو همون چرخش اول ویچ واردن رو بگیر، مثلا خیلی خواسته دیگه ویچ واردن. رفتیم مثلا ویدیوشو تو یوتیوب دیدیم، تو اینستا مثلا توضیح میداده، تو ویدیوش تو یوتیوب بوده. رفتم دیدم یک کوچولو مثلا باگ اینا مثلا کار داره. مثلا باگم همون شانس خودمونه. باگ مثلا تنها چیزی که باگ هستش مال خود بازی هستش. یعنی چی؟ مثلا بازی باگ میخوره، یه چیز مثلا کار نمیکنه، اشتباه میشه، همینجور چیزا دیگه. مثلا خب الان من اونو امتحان کردم، به نظرتون چی داد؟ مثلا فکر میکنید آره اینو گرفتم؟ نه، من الان یه دونه چیز یه دونه از این طلایه دارم که یه دونه همون لحظه داشتم امروز دیگه. اونو زدم، آورد برامون یه دونه این را داد، گفت بیا تا لایه کشی. در حالی که ما اینو میخواستیم، اینو نه اینو چی باگه چجوری بود حالا؟ کلا انقدر اون گفت باگ حالا آدمون گوتی میکنه. خب بچه ها، این اولندش اینجا کلا گفت بیا مثلا اینو یه بار ببین، اینجوری اینا رو ببین من چجوری دیدم اینو اومدم اینجوری زدم اینجوری کردم، کلی مثلا جزئیاتی کار کردم. خب من گفت همه رو ببینید از اول تا آخرینش. منم از آخر گفت دوباره از آخر تا اولش رو ببینید، از اول تا آخرش دیدم، از آخر تا اولش رو دیدم. کلا دیگه هیچی نشد. من عکسش هم گرفتم، کلا اونو گرفتم. خب هیچ اپیک نگرفتم. یعنی الان من اینو بزنم 100% اپیک میده، چون اینجا الان 10 تا شده. اینو بزنم یه 10 تا مثلا میشه. حالا بعدش گفت مثلا اینا رو کردید، از مثلا از کریت اینجا بیا بیرون، توی لابی باش، دوباره برگرد توی همین کریت ویچواردن و بیا از اینجا مثلا درصدا رو ببین. من اومدم رو درصدا حتی زدم، مثلا دوباره از اول تا آخر، از آخر تا اول. مثلا این میگفت باگ، گفتم بذار باگی تر بشه. حالا ما یه بار شانسمون امتحان میکنیم روی مثلا زیاد مثلا میچرخه، بعدش هم میام مثلا این 12 تایی اینو میزنیم، ببینم چه چیزایی دارد. مثلا اینو ببینید شانس مثلا گان میده، مثلا 10 تایی قرار بزنیم، من از 10 تا یه دونش اپیک در میاد. و بریم اول یه مثلا بالا ما بکنیم اینا رو بذار دانلود کنیم. ما اینو میخواد، جان دل اینجاست. شاید هم درخواست میفرستن چطوری جون دل، سر کیفی، بد سر کیفی، بد یعنی خیلی بد سر کیفی. خب بسم الله یا عیسی مسیح. خب گانشو داد. حالا شما میگفت مثلا 10 تایی هم بزنید احتمال شانستون میره بالا. ما الان مثلا 2 تا مثلا این درصدش 5 دهم فکر کنم تقریبا. حالا اینو فکر حدودا 1% میشد اینی که ما گرفتیم. یکم مثلا خوش شانس تر میشدیم، 1-2% میتونستیم مثلا اینو بگیریم. حالا برای اینکه دوباره بزنیم یه اپیک دیگه بگیریم یکم شانس میخواد. ما میتونیم مثلا دو تا 10 تایی بزنیم که هر 360 2 تا میشه، که میشه حدودا 720 تا. 720 تا رو بزنیم ممکنه 3 تا مثلا اپیک در بیاریم. چطوری؟ البته ممکنه بیشتر در بیاریم. 30 تا رو که بگیریم اینجا مثلا زیاد میزنیم 10 تا دیگه. خب این پایین مثلا اینجا زیر این زده. خب حالا خوشحال باشیم که اینا رو نگرفتیم. بعد اینو میگرفتم من راضی بودم، من مثلا دنسش هم راضی بودم حتی، ولی دنسش رو نگرفتم هنوز. مثلا ممکنه 10 تا رو بزنیم، از 10 تا 2 تاش اپیک باشه، 3 تاش اپیک باشه. این هم شانس، باید خوش شانس بشه. حالا ما شانس رو تونگانه بود. ما میام الان اینو میزنیم به امید بشه خوش شانس اینا. شانس خوش شانس این آدم دنیا. بیا خوش شانس این آدم دنیا امروز شانسش زده پایین. حالا زیاد از این سیاه گرفتیم، چرا این گانو دوباره داد به نداشته بده دیگه. ما الان مثلا 12,000 جمع میکنیم یا اینجا میزنیم. خب بچه دیدید دیگه، من اون باگو گفتم برید امتحان کنید. حالا من میگم چیزی به نام باگ وجود نداره، همه چیز با پول بزنید دیگه، همه چی اوکی. بعد بچه آفر 120 تایی اومده، میتونید مثلا از خود منم بخرید، یا مثلا چی میگن هم CP2 برابری میتونم
میتونم یا نمیفروشم. اگه بخواید همین زیر همین کامنت بذارید جوابتون رو میدم. فروشگاه اینستا ما هنوز کامل راه ننداخته، ولی نیاز باشه یا فروشگاه سی پی اینا میذاریم تو اینستا. اگه بخواین حتی 8000 بلا 8000 با قیمت خوب میذاریم. یا مثلا اینجا که هیچ اینا 120 تایی هم میفروشیم که حدوداً در میاد 60000 تومان اینا دیگه، 65. من الان خودم اوایل کار که میدم از عباسی اسم گرفتم، بعد فهمیدم چه گروپویشی هستش. خب دیگه جا اینم از این ویدیو بود. امیدوارم که خوشتون بیاد و باگ حالا زیاد به شانس شما بستگی داره و یه روزی هم قول میدم که تقریبا روزای آخرش که این میشه روزای آخر 18 روز دیگه، امروز 12 مرداد فکر کنم، فکر کنم تا 30 مرداد هستش این و من خودم M13 رو بیشتر از بقیه‌اشون دوست داشتم. این دوتا رو خیلی دوست داشتم. حالا مردم ماده اینو گرفتن. نه خوبه و خوشگله، زرد دوست دارم ولی خوبه. همینطور میبینید 10 تایی دارم، احتمالی که 10 تایی رو بگیرم کمه. یه ویدیو شورت بذارم یا مثلا بلند. حالا دیگه اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون بیاد. سی پی و باگونا رو حالا خودتون ببینید. سی پی میخواین فروشگاه داریم، همین زیر همین پستم کامنت بذارید جوابتون میدم. فعلا دیگه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. خیلی ممنون. عشق دیدید دیگه. فعلا خداحافظ.